بنیاد همزیستی و همبستگی پناهندگان شرقی به منظور ایجاد انگیزه برای همبستگی و همیاری در جهت افزایش کیفیت و قابلیت زندگی پناهندگان شرقی با ماموریت سرشار از عاطفه و احساس در ژوئن 2021 تأسیس شد و این بنیاد برای ایجاد جامعه متحد و یکپارچه تلاش می‌کند تا تضمین باشد برای رشد ظرفیت‌های نهفته در جامعه پناهندگان تا همه هویت، نگرش و باورهای خود را در آن دیده بتوانند و با آن حسی تعلق پیدا کنند. بنیاد همزیستی و همبستگی پناهندگان شرقی در جهت ایجاد و توسعه ظرفیت‌ها در میان جامعه، کمک به ارتقای کیفیت زندگی، حمایت و آگاهی دهی، برنامه‌های آموزشی، کورس‌های آموزشی زبان انگلیسی، برنامه‌های آموزشی حمایوی برای دختران و پسرانی که از تحصیل و تعلیم در مملکت مبدأشان باز ماندند. و همچنان کورس‌های آموزش زبان مادری و فرهنگ و دینیات. این کورس‌ها به شکل آنلاین برگزار گردیده که فرزندان پناهندگان را زیر پوشش آموزشی خویش قرار می‌دهد. در این برنامه ده‌ها دانش آموز از سراسر ایالات متحده و کانادا به صورت آنلاین اشتراک می‌کنند تا ارتباطشان با فرهنگ و اساسات هویتی و زبانشان حفظ گردد. ما همه با هم معتقدیم که می‌توانیم تأثیر مثبتی در زندگی پناهندگان بگذاریم و یک پارچگی و همزیستی را تقویت کرده و زندگی آنها را بهبود بخشیم.